جماعت سر خاصار در ناحیه بلجوان. در اینجا که بعضی از دهه‌هایش تماما برق ندارند و بعضی دیگر از تیر ماه تا بهار از کمبود روشنایی اذیت میکشند، نقشه خلاصی از این وضعیت را کشیدند. در اینجا سپرشی داخل حکومت جمهوری توستان هم بود. ما با محترم وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری توستان محترم در جمعه مخری داشتیم، در این موضوع صحبت هم کردیم و یک پیشنهاد کردگی هستیم جماعت دیهات سر خاصار قسمت دیهاش که با پنل های آفتابی حالا که اومدن لایحه تهیه کردن، روزهای نزدیک کار شروع می‌گردد. تاجیکستان در حال حاضر برق را اساساً از نیروگاه‌های آبی می‌گیرد. ساکنان در ایام تیر ماه و زمستان و به دلیل به گفته مقامات کم شدن سطح آب ساعتها از روشنایی و گرمی محرومند. به همین دلیل در گوشه‌های تاجیکستان تلاش دارند که با ساختن نیروگاه‌های برقی آفتابی این کمبود را از بین برند. بنیاد یکی از چنین نیروگاه‌ها در ناحیه جیهونی ولایت ختلان آغاز شده است. در سال 2026 این سال تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی یک نیروگاه بزرگ پنل آفتابی در ولایت ختلان در ناحیه جیهون با اقتدار 250 مگاوات ساخته به استفاده داده می‌شود. ساختمان نیروگاهی به همین مانند در ناحیه اش در ولایت سوخ هم جریان دارد. در نظر از هر دو نیروگاه را شرکت ایان انرژی با 250 میلیون دلار سازد. جزئیات سازشنامه با شرکت ایان انرژی و معلومات درباره مالکان آن معلوم نیست. رئیس ولایت ختلان میگوید اگر طرح ناحیه جیهون موفق شود، آنها برای ساختن نیروگاه‌های آفتابی دیگر شرایط و امکانی بیشتر دارند. معلومات رو ما که پیشنهاد کردیم، وزارت دارو ملاقاتشون شباهتشون باقی مانده است. اگر میسر شود چنین نیروگاه‌ها در حدود ولایت امکانات هم هست. ذخیره و پتانسیل بین زیاد است. مشکل می‌کنیم در آینده باید که زیاد کرده شود. حالا نیروگاه کلانترین برقی آفتابی در منطقه علیچور در ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این نیروگاه ناحیه بلندکوه مرغاب را با برق تأمین می‌کند.